در این ویدیو قصد دارم راجع به یک مشکل رایج و آزاردهنده به نام ریزش مو صحبت کنم تا به شما توصیه‌هایی برای درمان و پیشگیری ارائه بدم. قول میدم در قسمت پایانی روتین مراقبتی مو برای کنترل و کاهش ریزش مو رو خواهم گفت. پس تا آخر ویدیو همراه هم باش. ریزش 50 تا 100 تار مو در روز طبیعیه. در شرایط عادی موهای ریخته شده با موهای جدید جایگزین میشن، اما گاهی این اتفاق نمیفته. اینجاست که اختلال ریزش مو به وجود میاد. ریزش مو ممکنه به دلیل عوامل مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی، تغییرات هورمونی، تغذیه نامناسب، استرس، شوک جسمی یا روحی، رفتار نامناسب با مو، عوامل محیطی، افزایش سن و مشکلات داخلی بدن رخ بده. برای درمان، تشخیص علت ریزش مو بسیار مهمه. در ادامه راه‌های پیشگیری و درمان رو خواهم گفت. لطفاً توجه کنید. پیشگیری و درمان. مدیریت استرس داشته باش. استرس یکی از عوامل اصلی ریزش موه. به خودت وقت بیشتری بده و از روش‌های مانند مدیتیشن، یوگا یا تمرینات تنفس عمیق استفاده کن. به این ترتیب اکسیژن و مواد مغذی بهتر به سلول‌ها میرسن. ورزش متناسب باعث کاهش ترشح هورمون کورتیزول و در نتیجه باعث کاهش استرس میشه. از اسکراب خودسرانه پوست سر پرهیز کن. خشک شدن پوست، سوزش و التهاب، پوسته شدن از عوارض اسکراب نامناسب هستند. در برابر آفتاب از کلاه‌های محافظتی استفاده کن. اشعه‌های یووی نور خورشید به پوست سر و ساختار مو آسیب میزنند. ساختار پروتئینی لایه بیرونی مو در اثر قرار گرفتن طولانی مدت و بدون محافظت در معرض تابش پرتوهای فرابنفش تخریب میشه. این تخریب میتونه منجر به خشکی، وز شدن و کدر شدن مو بشه. پوست سر محل رشد موه و هر آسیبی به اون میتونه بر رشد سالم مو تأثیر بگذاره و منجر به ریزش مو بشه. استفاده از ابزارهای حرارتی آرایش مو رو محدود کن. سشوارها و اتوهای حالت دهنده موهات رو خشک و شکننده میکنن. حرارتی که این وسایل تولید میکنن موها رو نازک و ضعیف میکنه. اگه سلامت و رشد طبیعی مو رو میخوای، اصرار نکن که همیشه موهات اتو کشیده باشه. توصیه بعدی درباره اهمیت کوتاه کردن و شانه کردن موهاست. فقط قبلش اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایکش کن. موهات رو به طور مرتب کوتاه کن. دو شاخه شدن موها و موخوره اگه به موقع کنترل نشه، کم کم به ریشه موها میرسه. این اختلال به مرور گسترده شده و در نهایت موجب ریزش موها میشه. با کوتاه کردن نوک موها به صورت مرتب میتونی از بروز این وضعیت جلوگیری کنی. با توجه به نوع مو باید بین 6 هفته تا 6 ماه یک بار این کار رو انجام بدی. به روش صحیح موهاتو شونه کن. اگه قرار گره موتو باز کنی، این کار رو به آرامی انجام بده. رفتار خشن با موها به خصوص وقتی که خیس هستن، آسیب زیادی به ریشه مو وارد میکنه. اگه موها در اثر شانه زدن اشتباه شکسته یا کنده بشن، هیچ درمانی نمیتونه جبرانش کنه. بهتره از یک شانه دانه درشت استفاده کنی و شانه زدن رو در راستای تارهای مو انجام بدی. کارهای مهمی که نباید انجام بدی: از مواد شیمیایی مضر استفاده نکن. کاری که رنگ‌های شیمیایی مو انجام میدن اینه که به مرور زمان این پروتئین رو تجزیه کرده و تارهای مو رو نازک میکنن. باید به شدت مراقب تعداد دفعات رنگ کردن موهات در بازه زمانی مشخص باشی. سعی کن بیشتر از رنگ‌های طبیعی مو استفاده بکنی. اختلال در سلامت عمومی و بیماری‌ها رو رها نکن. بعضی از بیماری‌های کنترل نشده و البته داروها و روش‌های درمانی باعث نازک و ضعیف شدن موها میشن. در نهایت گاهی این ضعیف شدن به ریزش و کم پشت شدن موها ختم میشه. پس بهتره مراقب سلامتت باشی. بیش از اندازه شامپو به موهات نزن. شامپوها به عنوان محصولات شیمیایی اثرات مضر زیادی بر سلامت و زیبایی موها میگذارند. بخشی از خشکی، نازکی و شکنندگی و ریزش موها به خاطر استفاده بیش از حد شامپوهاست. پس اگه موی چرب داری 3 تا 4 بار در هفته و چنانچه موهات خشکه، در نهایت هفته‌ای 2 بار از شامپو استفاده کن. سیگار نکش. سیگار کشیدن جریان خون رو در پوست سر و فولیکول‌ها محدود میکنه. به علاوه استمرار در کشیدن سیگار از دسترسی سلول به اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز پوست و مو جلوگیری میکنه. همچنین سموم ناشی از سیگار میتونه به فولیکول‌های مو نفوذ و باعث ایجاد اختلال در سلامت اونها بشه. میدونم که دوست داری درباره درمان‌های خانگی ریزش مو بیشتر بدونی. پس به مطلب بعدی توجه کن. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، پس قسمت پایانی ویدیو که درباره روتین مراقبتی مو هست رو حتما ببین. در طول سالیان زیاد و نقاط مختلف جهان از روش‌های مختلفی برای درمان ریزش غیر طبیعی موها استفاده شده. اما مؤثرترین این روش‌ها
ماساژ مو و پوست سر با روغن‌های طبیعیه. بهترین روغن‌ها برای این کار عبارتند از روغن آرگان، روغن آملا، روغن سیاهدانه، روغن آووکادو، روغن رزماری و روغن نارگیل. فوت کوزه‌گری این کار چیزی نیست جز مداومت در روغن تراپی با روغن‌های طبیعی، بدان که زمان پاسخدهی به بازسازی و احیای مو با روغن در افراد متفاوته. جهت درمان ریزش غیر طبیعی و رشد مجدد موها در استفاده از روغن‌های طبیعی نظم و مداومت داشته باش. از دیگر درمان‌های خانگی ریزش مو باید به این روش‌ها اشاره کنم. استفاده از محصولات طبیعی مثل ژل آلوورا، چای سبز، رزماری و نعنا برای شستشوی سر و مو. استفاده از ماسک تخم مرغ، ماسک آووکادو و ماسک عسل که همگی میتونن برای سلامت و تقویت مو و ریشه های مو مفید باشند. حالا رسیدیم به مبحثی که قول داده بودم، روتین مراقبتی مو. لطفاً قبلش به این سوال پاسخ بده. به نظرت ریزش مویی که داری نتیجه کدوم یک از عواملی بود که توضیح دادم؟ برام کامنت کن. روتین مراقبتی مناسب برای مو شامل مراقبت‌های روزانه و هفتگیه که میتونه به این صورت باشه: شستشوی مو با شامپوی مناسب. موها رو به آرامی و با آب گرم شستشو بده و با ملایمت خشکشون کن. از محصولات مراقبتی استفاده کن. کرم‌های مرطوب کننده، روغن‌ها و ماسک‌های مویی میتونن به حفظ رطوبت و نرمی مو کمک و از خشکی و آسیب‌های خارجی جلوگیری کنن. پوست سر و موها رو به طور مرتب ماساژ بده. ماساژ پوست سر یک روش ساده و مؤثر برای بهبود جریان خون به محل ریشه‌های مو و تغذیه پوست سره. با استفاده از روغن‌های طبیعی که قبلا گفتم میتونی ماساژ رو انجام بدی. تغذیه سالم و متنوع داشته باش. اگه میخوای موی سالم و پرپشتی داشته باشی، با مصرف پروتئین، سبزیجات، حبوبات، غذاهایی که حاوی ویتامین‌های گروه B و ویتامین‌های A، C، D و مواد معدنی مثل آهن، روی و مس هستند، میتونی به بهبود سلامت مو و رشد مو کمک کنی. دریافت مقدار کافی از اسیدهای چرب مفید مانند امگا 3 میتونه با تغذیه فولیکول‌های مو ریزش مو رو کنترل و رشد اونا رو بیشتر کنه. بدن نمیتونه اسیدهای چرب امگا 3 رو خودش تولید کنه. بنابراین دریافت این چربی ها از طریق رژیم غذایی بسیار مهمه. ماهی، دانه کتان، گردو و روغن‌هایی مانند روغن زیتون و روغن کنجد از منابع غنی امگا 3 هستند. دوست عزیز، درمان ریزش مو یک فرایند طولانیه که صبر و حوصله زیادی رو میطلبه. بدون بعضی از انواع ریزش مو برگشت ناپذیره. ریزش مو اگه دلیلی بجز ژنتیک داشته باشه تا حد زیادی قابل پیشگیری و کنترله. میتونی با توجه به توصیه‌هایی که ارائه دادم بهبود رو تجربه کنی. به سلامتی موهات اهمیت بده و حتما برای درمان ریزش مو با پزشک متخصص مشورت کن. ویدئوی بعدی درباره نشانه‌های کمبود ویتامین D در بدنه. توصیه میکنم که تماشا کنی.